اواخر قرن 18 فرانسه درگیر خونریزی بود. انقلاب بزرگ فرانسه پادشاه رو حذف کرده بود. اما به جای اون آزادیایی که وعده داده بود، عصر وحشت رو آورده بود. کشور درگیر جنگ داخلی بود و از بیرون تقریباً تمام دولت‌های اروپا علیه این جمهوری نوپا متحد شده بودند. فرانسه به شدت آسیب‌پذیر بود و به یک ناجی نیاز داشت. اما این ناجی نه یک فیلسوف بود و نه یک سیاستمدار. کشور به یک ژنرال نیاز داشت، یک مرد قدرتمند که بتونه هم دشمنان خارجی رو شکست بده و هم نظم رو به خیابون‌های پاریس برگردونه. این خلأ قدرت بهترین فرصت بود برای یک افسر توپخانه جوان، جاه طلب، باهوش و اهل یک جزیره گمنام به نام کورس به اسم ناپلئون بوناپارت. وقتی اسم ناپلئون رو میشنویم معمولاً اون هوش نظامی و پیروزی‌های بزرگش تو ذهنمون میاد. ما تو این اپیزود جز اشاراتی به کارهایی که کرد بیشتر میخوایم در مورد این شخصیت و اینکه ناپلئون اصلاً کی بود بپردازیم. نظرات خیلی زیادی هم در طول این حدود 200 سال بعد از مرگش راجبش مطرح شده. ما هم البته با تکیه به منابع که تو توضیحات همین ویدیو اسم بردیم میخوایم یکم بیشتر در مورد چرایی کارهاش صحبت کنیم. در واقع داستان رهبری رو تعریف میکنیم که به عقیده خیلی ها بهترین گزینه برای اون دوران فرانسه بود. اما سوال اینه، ناپلئون صرفاً نابغه‌ای بود که فرانسه رو از فروپاشی نجات داد یا بیشتر خودشیفته‌ای بود که از خاکستر انقلاب فرانسه برای خودش یک امپراتوری شخصی ساخت؟ دوران کودکی ناپلئون توی کورس شروع میشه. کورس یک جزیره در مدیترانه بود که تقریباً با به دنیا اومدن ناپلئون بخشی از فرانسه شده بود. نسبتاً هم مردمانش فرهنگ خشنی داشتن که البته شرایط اون جغرافیا و اتفاقاتی که در اون زمان درش رخ میداد هم بی تأثیر در فرهنگش نبود. ناپلئون توی همین محیط بزرگ میشه و خودش بعدها در مورد اون دوران گفته که کلاً زیر بار هیچ کس نمیرفت و با همسن و سالاش زد و خورد داشت و بیشتر بچه‌ها ازش میترسیدن. مادرش یک زن بسیار سرسخت بود و ناپلئون اون سبک رفتاری و انضباط آهنین رو که بعدها در رفتارهاش میبینیم رو از مادرش به ارث برد. اما نقطه عطف مدرسه نظامی توی فرانسه است. پدرش اون رو 9 سالگی میفرسته فرانسه و اینجاست که ناپلئون برای اولین بار طعم بیگانه بودن رو میچشه. دانشجوهای اشرافی و پولدار فرانسوی اون رو به دلایل مختلفی تحقیرش میکردن، به خصوص به خاطر لهجهش که خب ناپلئون در واقع فرانسوی نبود و به همون زبان کورسیایی که در اون به دنیا اومده بود صحبت میکرد و بعد از ورودش به فرانسه بود که این زبان رو یاد میگیره. خیلی هم این تحقیرها براش آزاردهنده بودن. ناپلئون البته کوتاه هم نمی آمد نسبت به این مسائل و تو چند تا نزاع خیلی شدید با همکلاسیاش یه جورایی حتی تونست پیروز هم بشه، با وجود اینکه خیلی هم خودش آسیب میدید اما اصلا اهل عقب نشینی نبود و یه جورایی اون میل شدید به پیروزیش رو که حالا بعدها جلوتر توی رفتارها و کارهای تاریخیش میبینیم رو از همون دوران در خودش داشت. ولی خب همین مسائل اونو تودا رو به شدت زودرنج کرده بود و باعث شده بود کلاً به کسی نزدیک نشه. اما انگار یه جورایی هم این انزوا واسش تبدیل شده بود به یک سلاح مخفی، چون بیشتر وقتشو به کتاب خوندن میپرداخت و میل خیلی شدیدی هم به مطالعه داشت، به خصوص تاریخ نظامی و جغرافیا، و استعداد خیلی بالایی هم تو ریاضیات داشت. اینجا بود که یه جورایی اون نبوغش کم کم شروع کرد به شکلگیری و مثلا آزمونی که بقیه توی 2 یا 3 سال پاس میکردن و اون توی 1 سال گذروند و به سرعت به افسری رسید. یکم که جلوتر بریم اون خیلی زود داشت فرصت اثبات خودش رو پیدا میکرد. بعد از انقلاب فرانسه ارتش خیلی به هم ریخته بود و ناپلئون جوان با هوش و استعدادش داشت پله‌های ترقی رو خیلی سریع بالا میرفت. در مورد نبردهاش ما خیلی نمیخوایم وارد جزئیات درگیری‌هاش بشیم، به جز یک مورد، اون هم نبرد آستورلیتز که شاهکار نظامی ناپلئون به عبارتی محسوب میشه. اون در حالی که ظاهرا نیروی کمتری داشت،
با یک نقشه جنگی هوشمندانه و سرعت عمل باور نکردنی تونست ارتش‌های متحد روسیه و اتریش رو در هم بکوبه. این یعنی نبوغ خالص استراتژیک. اما چیزی که از ناپلئون باقی موند فقط در میدان جنگ نبود. شاید مهمترین میراث اون قوانین مدنی فرانسه یا ناپلئون کد باشه. قبلش این توضیح رو داشته باشیم که انقلاب فرانسه سعی داشت اون ساختار فئودالی و اشرافی قدیمی رو از بین ببره و کشور به شدت توی هرج و مرج قانونی بود. از طرف دیگه هم انقلاب فرانسه یک طبقه جدید به نام طبقه بورژوازی رو به قدرت رسونده بود. یعنی بانکدارها، بازرگانها و صنعتگرایی که ثروتمند بودن اما قبلا قدرت سیاسی نداشتن. ناپلئون میدونست که برای ثبات حکومتش به حمایت این طبقه نیاز داره و اونا هم فقط یک چیز رو میخواستن: امنیت سرمایه و تضمین حق مالکیت. اینجا بود که ناپلئون کد متولد میشه، مجموعه ای از قوانین مدنی که اساسش همین حق مالکیت بود و جایگزین کلی قانون پراکنده قدیمی شد. این قوانین در واقع داشت پایه‌های قانونی دنیای مدرن سرمایه‌داری و بورژوازی رو شکل میداد. اینم اضافه کنیم که این قوانین جدید فرانسه و جلوتر قوانین اروپا رو به کلی متحول کرد و اینجا نشون میده که ناپلئون فقط یک ژنرال نبود، یک معمار اجتماعی هم بوده. این نبوغ احتمالاً یک نیمه تاریک هم داشت. همون حقارت‌های دوران کودکی احتمالاً حالا تبدیل به یک جاه طلبی و خودخواهی خطرناک شده. شاید بشه گفت نمادین ترین لحظه برای دیدن این وجه شخصیتی ناپلئون 2 دسامبر 1804 در کلیسای نوتردامه، یعنی مراسم تاجگذاریش. ناپلئون پاپ رو از روم به پاریس میاره که در واقع به مراسمش مشروعیت بده. طبق برنامه هم پاپ باید تاج رو روی سر امپراتور میذاشت. اما در لحظه آخر اتفاقی افتاد که همه رو شوکه کرد. ناپلئون یهو تاج رو از دست پاپ گرفت و خودش روی سرش گذاشت. بعدم چرخید و تاج همسرش جوزفین رو هم خودش روی سر اون قرار داد. پیام این حرکت یه جورایی برای همه مشخص بود. من قدرتم رو از کلیسا نگرفتم، بلکه خودم به دست آوردم. مردی که از تحقیر شدن توی مدرسه نظامی به جایی رسیده بود که حالا پاپ رهبر دنیای مسیحیت رو در مقابل هزاران نفر نادیده می گرفت. این غرور شاید همون چیزی بود که در نهایت نبوغش رو شکست داد. حالا نقطه شکست کجاست؟ تهاجم به روسیه در 1812. حالا چرا جنگ با روسیه؟ چون تزار الکساندر یعنی امپراتور روسیه علاوه بر اعمال تعرفه‌های سنگین روی واردات فرانسه، از سیستم تحریمی فرانسه علیه انگلیس که بهش سیستم قاره‌ای میگفتن خارج شده بود. برای ناپلئون هم این یک نافرمانی غیرقابل تحمل محسوب میشد و اونو به این نتیجه رسیده بود که جنگ با روسیه اجتناب ناپذیره. یک نبرد خوب دیگه مشکلات اون رو حل میکرد. این کار در واقع تمام شکاف‌های موجود در سیستم قاره‌ای رو پر میکرد و عملاً رقیب اصلیش انگلستان رو به زانو در می آورد. به عبارتی این کار در اون زمان به معنای تسلط بر جهان بود. در نهایت هم با ارتش بزرگی به روسیه حمله کرد، اما در این جنگ در برابر 2 چیز شکست میخوره. یکیش وسعت بی‌انتهای روسیه بود و دومی ژنرال زمستان، یعنی سرمای شدید روسیه بوده که در واقع در اتفاقات تاریخی آینده هم ارتش آلمان رو در وقایع جنگ جهانی دوم گرفتار خودش میکنه. کلاً هم هشدارهای جنرال‌هاش رو در مورد چالش‌های پیشروی نادیده میگرفت و نمیخواست به همین راحتی برگرده. در نهایت هم با هر زحمت یا هزینه‌ای وارد مسکو شد، اما مسکو رو در حال سوختن تحویل گرفت. اینجا روسیه با تاکتیک عقب نشینی و زمین سوخته باعث ضعف و از دست رفتن منابع و 300,000 نفر از افراد ناپلئون شد. در نتیجه اون عقب نشینی وحشتناک ارتش بزرگ فرانسه از روسیه در اون سرمای کشنده یکی از فاجعه بارترین صحنه‌های تاریخ نظامی و یه جورایی شروع دومینووار ناکامی‌های ناپلئون بود. شکستش در روسیه باعث شد اروپا علیه ناپلئون متحد شه
و در نهایت منجر به تبعید اون به جزیره کوچیک الب شد. برای هر کس جز ناپلئون این میتونست پایان ماجرا باشه، اما بعد از مدتی آخرین قمارش رو هم انجام داد و در این تصمیم اون تنها نبود، مادرش هم در تبعید کنارش بود. وقتی مادر ناپلئون تردید پسرش رو برای بازگشت میبینه، بهش میگه که ترجیح میده پسرش در تلاش برای گرفتن تاج و تختش بمیره تا اینکه در این جزیره در حال بتالت و بیعملی زندگی کنه. در واقع مادرش داشت به غرور امپراتورش اجازه آخرین طغیان رو میداد. این همون جرقه نهایی بود، چون عمیقاً باور داشت که فرانسه بدون اون هیچه و حالا مادرش هم که در دوران کودکی ناپلئون به نقشش در شکلگیری شخصیتش اشاره کردیم، این باور رو تایید کرده بود. ناپلئون از الب فرار کرد و به فرانسه برگشت. جالب اینجاست در مسیر پاریس یگانهایی که برای دستگیریش فرستاده شده بودن با دیدن امپراتور سابقشون دوباره بهش پیوستن و عملاً اون بدون شلیک حتی یک گلوله دوباره قدرت رو به دست گرفت. این بازگشت 100 روزه اما اروپا رو دوباره به وحشت انداخت. اما این دیگه آخرین پرده نمایش بود. در نبردی به نام واترلو آخرین قمار ناپلئون این بار برای همیشه در برابر ارتش‌های متحد شکست خورد. ناپلئون دوباره تبعید شد، اما به سنت هلن، جزیره‌ای دورافتاده در اقیانوس اطلس که بخشی از سرزمین‌های بریتانیا محسوب می‌شد. جایی که دیگه باقی عمرش رو در اونجا گذروند. اما در تبعیدم دست از نبرد بر نداشت. اون به گفته خودش از فراموش شدن وحشت داشت. حتی تا ماه‌های پایانی عمرش خاطرات نبردها و رویکردهای حکومتیش رو با زاویه دید خودش به اطرافیانش دیکته و ثبت می‌کرد و داشت تلاش می‌کرد که افسانه ناپلئونی رو بسازه. توی این خاطرات ناپلئون به گفته خودش قصد کشورگشایی و توسعه مرزهای فرانسه رو نداشته و بیشتر هدفش شکلگیری یک اروپای متحد با قوانین یکپارچه بوده و دلایل جنگ‌هاشو نه به خاطر بلند پروازی‌های شخصی خودش، بلکه بیشتر به خاطر جلوگیری از اتحاد دشمنانی مثل انگلیس که در پی نابودی فرانسه البته به گفته خود ناپلئون بودن توضیح میداد. پس در جواب سوال اول اپیزود که پرسیدیم ناپلئون نابغه بود یا خودشیفته، باید بگیم که خیلی نظرات متفاوته و خیلی قابل قضاوت یک طرفه نیست، اما میتونیم بگیم که هر دو. اون یک نابغه نظامی و سیاسی بود که نبوغش تا حدی از یک جاه طلبی عمیق و یک عقده قدیمی درباره اثبات خودش نیرو میگرفت. میتونیم این سوال رو هم از خودمون بپرسیم که آیا اصلا ممکنه نبوغی در این سطح بدون میزانی از غرور ویرانگر وجود داشته باشه و در نهایت کدوم یکی از این دو وجه در تاریخ موندگارتره؟